چخیلی که عالمان میبیانند این از نام مکلیمی سور گرفته شده است که یک چند معناهای بسیار دارد. از اینجا احتمال عالمان بعضی تاریخ نگاران معین میکنند که در همون دوره چخیلی که گفتیم در قسمت جنوب و شرقی سرخی امروزه جایگیر شده است، یک کوهی رنگی سرخ داشته تا حالا وجود داشته است که ممکن است از همون رنگی کوه گرفته شده است. در زمان پیش در عصرهای 12 در ناحیه چارکو شهرک سرخقد وجود داشته بوده است. شخصا در دست خود من یک چند کوزه های بازیافت شده اند که موجودند که موجود بودن دهه سرخقد قدیم را اثبات میکنند.